هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، داره میره توی گور این عظمای در به در. غمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر. این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از عظمای هراسونی که ترسش از جوونا رو هیچ طوری نمیتونه پنهون کنه. اگر این میلیون ها جوانی که و نوجوانی که ما در آموزش پرورش در مدارس داریم، اینا جبهه دوست و دشمن کشورشون رو بشناسن، مسائل اساسی مورد نیاز کشورشون رو بشناسن، دیگه تبلیغات دشمنان و این همه تلاش میلیاردی که دارن میکنن بر خنثی خواهد شد. به این ولی فقیه فلک زده باید گفت جوونا و نوجوانا از خیلی وقت پیش دوست و دشمنشون رو شناختن و حرفشون رو زدن. مرگ بر دیکتاتور! بیست مهرماه! مرگ بر دیکتاتور! 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 این سگ پاچگیر عظما هم بند رو آب داد و وضعیت آبکش نظام ولایت رو اینطوری لو داد. مردم دشمن در همه لایه ها نفوذ کرد، در لایه های مختلف فرهنگی ما نفوذ کرد. تا چه کند؟ تا بتواند تغییر ایجاد کند. منظورش اینه که عظما از هر طرف که میچرخه یه ضربه‌ای میخوره. حالا دیگه آخوندهای کله گنده‌ای مثل اینم به سمت عظما لگد پرونی میکنن. الان اونایی که امر معروف کنن چوب و دست میگیرن، توجه فرمایید، هی مرتب فضولی تو زندگی مردم میکنه. اینه معناش. الان یه کسی بیاد به شما بگه چیکار، چجوری لباس بپوش، یعنی من از تو بالاترم، من از تو بهتر میفهمم، تو نمیفهمی و من میخوام راهنماییت کنم. یه توهین است به شما. به زبان بی زبانی این توهینه. این طرف که سالها رئیس بازرسی خمینی و خامنه‌ای بوده یادش رفته که اینا همه میراث امام ملعونشه. ما وحشت داریم از اینکه چند هزار آدم از اون کشته شده است. دعوت همین نبود که برن بگن مسلمان شو، اگر چنانچه نشد دیگه برن سراغ کارشون. نه خیر، دعوت میکردن با شمشیر تو سرشون میزدن تا آدم بشن. حالا بشنوید از بسیجیای ریزشی و دل و دماغ سوخته که اینطوری حسرت دوران امام گور به گورشون رو میخورن. پیش از آن که ما بیاییم حتی جنگ تحمیلی هم تمام شده بود. روح خدا قطعنامه را پذیرفته بود و جام زهر را تنها سر کشیده بود. اصلا نسل ما خود امام را هم ندید. ما بعد قطعنامه ها وقتی به دنیا آمدیم بت شکن رفته بود و با خلف صالحش بیعت کردیم. توی این وضع و اوضاع وقتی وزیرای رئیسی برای بسیجی‌ها جلسه میذارن نتیجهش یه چنین سوتی بازاری میشه. حداقل از دانشیان بسیجی و عزیز بسیجی ما انتظار داریم که شما عزیزان دیگه حرفایی که افراد ضد انقلاب و ضد نظام میزنن از زبان ما بیرون نیا. الان عظما تو وضعیتیه که با هر صدایی دچار تشنج میشه و به یه چنین روزی میفته. اینجاست که صدای امام جمعه های خودشون هم در میاد و از غرق شدن کشتی نظام مینالن. ما هممون
مسافران یک کشتی هستیم تو این جامعه، سوار بر یک کشتی. یک نفر آدم فضول بی منطق بخواد این کشتی رو سوراخ کنه که همه مسافران رو غرق میکنه. وضعیت نظام الان فقط به یه داد بنده. یه چیزی تو این مایاست. مشنگستان این هفته رو با این مشنگ 6 کلاسه شروع میکنیم که دیگه حتی خالی بندی و وعده درمانی هم بلد نیست و فقط سوت میزنه. در صورتی که امروز ما رشد اقتصادی داریم، رشد تولید داریم، رشد نوآوری و خلاقیت ها داریم، ما امروز شاهدیم که اشتغال در کشور افزایش پیدا کرده و بیکاری کاهش. این باعث افتخاره. حالا اگه از این رئیسی بپرسید منظورت از نوآوری و رشد اقتصادی چیه، یه جمله هم نمیتونه بگه. یه چیزی تو این مایه ها. شیره برای چی بگه؟ برای ازدواج. شیره برای چی؟ شیره برای کمخونی. دیشی گفتی معده؟ من باید بگم یا تو؟ نمیدونه ازا گیر افتادم. یکم فکر کن. والا شیره شیره نه شیره. الان دیگه کارشناسای خودشونم زیرا به سیاست‌های اقتصادی نظامشون رو اینطوری میزنن. ببینید بر اساس اطلاعاتی که دوستان من و تحصیلکردهایی که در این حوزه هستن به ما میدن، به من میگن که از بعضی دوستان من به من میگفتن که 90% سپرده‌های مالی فقط متعلق به 10%. بله همین حدود، یعنی آمار رسمی بانک مرکزی. بله و میان اون 10% 90% اون سپرده‌های اون 10% متعلق به 10% شونه. یعنی در این کشور افرادی هستن که بالای 1000 میلیارد تومان سرمایه دارن. نوبتی هم که باشه نوبت مشنگ سابقدار نظام، پاسدار سلامیه و قمپزای همیشگیش. شما در این ماجرای وعده صادق کامل دیدید این استثنایی ترین تصمیم یک نظام بود. ممکن نیست، امکان ندارد هیچ رهبری، هیچ نظامی در هیچ نقطه ای از عالم در این موقعیت چنین تصمیمی را بگیرد. وقتی صحبت از حرکت استثنایی عظما کرد، ناخودآگاه یاد حرکت استثنایی این افتادم، البته با عرض پوزش از این آقا سگه. A lot of people say I'm cute. But is this true? اگه سوالتون شده که مشتری این خزعبلات پاسدار سلامی چه کسانی هستن، یه نگاهی به این دوتا هوادارش بندازید. درود خدا بر رهبر کبیر انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای. ای امام خامنه‌ای، ای رهبر معظم انقلاب، چنونی با آمریکا میکند که برد و دندون سولاخ پولاخ میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظر افراد باید امریکای رای انشاءالله دکتر حسن مجاد خود 152 دخمه الحق که این گاو جلوی این جماعت عرش میدوسه. مشنگستان این هفته رو با این مشنگ تازه از راه رسیده به پایان میبریم که میاد به استعمار و ارتجاع راه حل بده، اما کله ملق میزنه. خواسته باشم در یک عبارت مقصودم بیان کنم راجع به کاری که باید اپوزیسیون باید کنه، اینه که شکاف و فاصله بین شاهزاده و تاجزاده باید در میان اپوزیسیون ایران برداشته بشه. تأثیر این پیشنهاد توی عرصه سیاست ایران از عطسه این خانم مرغ هم کمتره.